پدر هایده و محسی 4 تا زن و 21 تا بچه داشته و هر 4 تا زن و این همه بچه رو همزمان تو یه خونه نگه می داشته. قشنگ 2 تا تیم فوتبال تشکیل داده. پدر همیرا هم یکی از بزرگترین ثروتمندا و خانای زنجان بوده و مالکیت 120 روستا و زمینای اطرافش رو داشته. پدر داریوش هم وضعیت مالیش عالی بوده و یکی از اولین صادرکننده‌های پنیر ایران محسوب می شده و 10 ها هکتار زمین تو شهر میانه داشته. پدر گوگوش و پدر ستار هم از مهاجرای اهل باکو بودن. پدر گوگوش قدیما توی سیرک حرکات آکروباتیک انجام میداده و دخترش هم از 5-6 سالگی آورده روی صحنه. اما از اون طرف پدر ابی خیاط بوده و حتی سواد خوندن نوشتن هم نداشته. پدر معین هم یه کارمند بسیار مذهبی بوده و معین رو میفرسته کلاسای قرائت قرآن و معین قبل از خوانندگی یه قاری قرآن درجه 1 بوده. حالا به افتخار این عزیزان لایکو بزنید و بگید خواننده محبوبتون کیه؟ با تکس کلاب همراه باشین.